سلام مجدد. بریم سراغ جفت ارزها تو سال 2024 و پیش بینی که تو سال 2025 ازشون میتونیم داشته باشیم. به ترتیب پر استفاده بودن توی فارکس میرم که ابتدا میشه یورو یو اس دی، بعد میشه یو اس دی جی پی وای، یورو جی بی پی، جی بی پی یو اس دی، ای یو دی یو اس دی، یو اس دی سی ای دی و نهایتا یو اس دی سی ان اچ که یوان چین هست. اول بریم سراغ یورو یو اس دی. وقتی که ما تو تالپا تایملاین هفتگی ببینیم، میبینیم که از سال حالا 2017 که یک رشدی داشته توی این ناحیه و بعد این ادامه این رشد رو بعد از اون رفته تا سقفی و توی ناحیه 1.253 تشکیل داده. بعد از اون یک روند نزولی داشته. بعد از روند نزولش این روند رو حالا جبران کرده. یک روند خیلی نزولی شدید نسبت به دلار داشته یورو تو از سال 2020 تا سال 2022. دوباره اونو جبران کرده تا اینکه حالا بعد از ایجاد دو تا صف یک ریزش شدید دیگر رو داشتیم. حالا توی جفت ارزها من نمیخوام خیلی وارد مسائل فاندامنتال و اتفاقات بشم چون خیلی طولانی و وقتگیر هست. اما واقعیت اینه که یورو به شدت در حال ضعیف شدنه. خب هم به خاطر سیاستایی که آمریکا از سال 2016 با دور اول ترامپ در نظر گرفت که حالا اینها رو احتمالاً بخواد تشدید و بیشتر بکنه تو دوره دومش، هم به خاطر اینکه برگزیت اتفاق افتاد و انگلستان از ناحیه یورو جدا شد، از اتحادیه اروپا جدا شد. و یکی از اتفاقات مهم دیگه ای که تاثیر گذاشته روی ارزش یورو وضعیتی هست که توی جبهه اوکراین برای اروپا به وجود اومده و اروپا مهمترین حامی اوکراین هست و خب وارد شدن به این جنگ برای اروپا هزینه داره. در هر صورت چیزی که ما میتونیم با نگاه اول بفهمیم این هست که ما دو تا سقف، یکی در اواسط سال 2023 داشتیم و یک سقف دیگه در اواسط حالا نیمه در واقع ابتدای نیمه سوم سال 2024 که بعد از رسیدن به هر دوی این سقف ها یورو یک ریزش شدید رو نسبت به دلار داشته که این ریزش همزمان هم بود با انتخاب ترامپ و بعد از اون یک ریزش دیگه هم برای یورو اتفاق افتاد. الان یورو رسیده به کفی که حالا از اون این دو تا سقف تشکیل شده و یک سقف دوقلو تشکیل داده. با توجه به وضعیتی که حالا یورو توی بازار جهانی داره، احتمال این که یورو توی سال 2025 از این هم ارزشش کمتر بشه و حتی به پایینتر از دلار برسه، یعنی به کمتر از یک وجود داره. همونطور که می‌بینید سال 2022 یک بار توی این ناحیه این اتفاق افتاده و به ارزش یورو به کمتر از یک رسیده و حتی تا 93 پایین رفته که خب خیلی اتفاق عجیبی بود. این اتفاق حالا قبلتر یک بار سال 2001 افتاده بود که خب موقع تازه یورو وارد شده بود، خیلی قدرت زیادی نداشت، طبیعی بود که بعد از این مدت که شروع به کار میکنه ریزش کنه. اما این ریزشی که به کمتر از یک رسیده تا الان خیلی بی سابقه بوده و این خطر برای یورو وجود داره که این اتفاق براش بیفته. مجموعاً میتونیم بگیم یورو تو سال 2025 احتمالاً همچنان نزولی باشه مگر اینکه بتونه از همین ناحیه‌ای که هست بالا بیاد و در واقع حالا این نواحی رو، این سقف و کفی که اینجا تشکیل داده رو به بالا بشکنه که خب باید دید موفق میشه یا نه. بریم سراغ دومین جفت ارز پر استفاده که دلار و ین ژاپن هست. دلار و ین ژاپن خیلی افت و خیزای عجیب غریبی داشتن توی سالی که گذشت. مثل بسیاری از ارزهای دیگه نسبت به دلار یک ریزش خیلی شدید داشت ین، ولی خب موضوع اینه که این به خاطر حالا خود سیاست‌های ژاپن در تعیین نرخ بهره هم بود. در هر صورت بعد از این که حالا یک ریزش خیلی بزرگ داشت ین و به این ناحیه رسید، ما شاهد این هستیم که یک رشد طولانی مدت داشت، یک اصلاح نزدیک به 30% داشت و ادامه رشد خودش. اگر ما بیایم و فرض حالا کلاسیک خودمون رو داشته باشیم که به اندازه همین رشد میتونیم انتظار رشد بعدی داشته باشیم از یوان و خب از این کف در نظر بگیریم، تا این ناحیه احتمال رشد یوان وجود داره که ناحیه 167 هست توی طولانی مدت. ولی خیلی این اتفاق کار سختیه برای یوان، چون رسیدن به یک همچین جایی توی حالا فاصله خیلی زیاد وقتی می‌بینیم که یک سقف بسیار مهمه که رسیدن بهش و شکستنش براش دشواره، اونم با توجه به ریزش‌هایی که از سال 1971 براش ثبت شده. و خب البته تو این بروکر از سال 1971 هست، از پیشتر از اون هم یعنی یک ریزش بسیار بزرگ نسبت به دلار رو تجربه کرده. اما اگر بتونه این سقف رو هم بشکنه، یعنی این رشدی که امسال داشت رو تا انتها بره، به حدود ناحیه 167 برسه، این ناحیه رو بشکنه و بره به سمت بالا، احتمالا ما افزایش ارزش ین رو خواهیم داشت.
جفت ارز بعدی که بسیار پر استفاده هست یورو به پوند هست که خب با جدا شدن اتحادیه اروپا و انگلستان از هم استفادهشون بیشتر هم شد. چیزی که ما تو نگاه اول میتونیم ببینیم این هست که یک روند مداوم نزولی داشته یورو نسبت به پوند، که خب با توجه به اینکه اختلافات اروپا با آمریکای ترامپ نسبت به اختلافات انگلیس با آمریکای ترامپ خیلی بیشتر هم هست، این رو میشه انتظار داشت. اما اینکه این روند نزولی ادامه داشته باشه در سال 2025 در حاله از ابهام وجود داره، وقتی به خاطر اینکه انگلستان یک خطر رکود تورمی براش به وجود اومده بعد از برگزیت. خب انگلستان باید میزان خیلی زیادی سرمایه جذب میکرد بعد از برگزیت، جذب کرد اما چندان موفق نبود و واسه همین احتمال این که ما کاهش ارزش پوند رو داشته باشیم و یورو نسبت به پوند بتونه از همین کفی که اینجا تشکیل داده حرکت کنه به سمت بالا دور از انتظار نیست. در صورت باید دید چه اتفاقی میفته و آیا پوند و در واقع انگلستان میتونن این وضعیت سرمایه کمی که جذب کردن رو جبران کنند یا نه. بریم سراغ پوند به دلار. پوند به دلار هم ما این روند کاهشی که حالا توی یورو به دلار هم دیدیم توی پوند به دلار هم چیزی مشابهش رو میبینیم، اما همونطور که میتونین با یک نگاه متوجه بشین ریزش پوند به اندازه ریزش یورو نبوده و احتمال این که پوند ریزش شدیدتری رو تو سال 2025 تجربه کنه خیلی وجود داره، به خصوص اگر پوند موفق بشه این کفی که در این ناحیه و بعد از اون در این ناحیه تشکیل شده رو به سمت پایین بشکنه. احتمال داره که خب به سمت کفهای قبلی تا حتی نزدیک به برابری قیمت پوند و دلار هم حرکت کنه. این بستگی به این داره که در سال 2025 عملکرد اقتصادی انگلستان به چه صورت خواهد بود. بریم سراغ دلار استرالیا به دلار آمریکا. خب دلار استرالیا به دلار آمریکا تا سال 2024 درسته که در پایانش ریزش داشت، اما عملا یک حالت رنج داشته و اگر ما این رنج رو مشخص کنیم توی تایملاین روزانه و بریم توی تایملاین هفتگی، دیدی به ما میده که در واقع میتونیم متوجه بشیم آیا شکستن کف این رنج احتمالش بیشتره یا اینکه این کف مقاومت قدرتمندی بشه توی این ناحیه و از همین ناحیه به بالا حرکت کنه و سقف رو بشکنه. در هر صورت جایی که دلار استرالیا در حال حاضر نسبت به دلار آمریکا قرار گرفته جای مهمی هست که میتونه ادامه روند رو برای ما مشخص کنه. بریم در رابطه با دلار کانادا که خب خیلی وضعیت پیچیده‌ای پیدا کرده یه مقدار بررسیش کنیم. دلار کانادا با اومدن ترامپ خیلی ضعیف شد و همونطور که می‌بینیم USD و CAD ارزش خیلی زیادی پیدا کرد، کاملا سقف سالانه رو شکسته و الان داره به بالاترین قیمت خودش نسبت به سال 2020 تا الان میرسه و حتی پیش بینی میشه که این رو هم رد کنه و بره به سمت قیمت هایی که تو سال 2000 یا حالا قبلتر ثبت کرده. چرا این اتفاق افتاده و دلار کانادا انقدر داره ضعیف میشه؟ به خاطر اینکه میشه گفت حزب لیبرال کانادا که جاستین ترودو در واقع از طرف این حزب الان در قدرت قرار داره بیشترین اختلافات رو با آمریکا داره و این هم خیلی چیز ثابت شده و قابل بررسیه که کانادا به شدت تحت تاثیر ایالات متحده قرار داره اقتصادش و اگر سیاستمداران کانادا و ایالات متحده با هم رابطه خوبی نداشته باشن اونی که ضرر میکنه و آسیب میبینه عموما کاناداست. برای همین ما میبینیم USD و CAD اینقدر طی یک سال گذشته روند صعودی داشته، این روند صعودی شتابش هم حتی بیشتر شده و ما تو سال 2025 میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که از این سقف 1.46 هم عبور کنیم و بریم به سمت سقف‌های بعدی برای دلار کانادا. البته یک موضوع در رابطه با کانادا وجود داره، اونم اینه که حزب محافظه‌کار کانادا در حال قدرت گرفتنه. اگر حزب محافظه‌کار قدرت بگیره و بتونن جایگزین جاستین ترودو بشه توی حالا مقام ریاست دولت، این وضعیت ممکنه برای کانادا بهبود پیدا کنه و رابطه بهتری بین آمریکا و کانادا به وجود بیاد و حالا دلار کانادا هم از این وضعیتی که توش گیر کرده خارج بشه و نهایتا بریم سراغ دلار به یوان چین. وضعیت یوان چین خیلی پیچیده است. ما همونطور که مثلا یک افت خیلی شدید و از اینجا تا این ناحیه میتونیم مشاهده کنیم، در عین حال یک بازگشت خیلی شدید رو هم میتونیم ببینیم و مسئله اینه که این بازگشت با اومدن ترامپ بوده، اما وقتی که دوباره به سقف قبلی رسیده انگار یوان چین میل داره که دوباره USD به یوان میل به
روند نزولی داره. ماجرای چین و آمریکا خیلی پیچیده است. در حال حاضر خب چین به شدت داره طلا خریداری میکنه، از این طلا برای سیطره بر دلار داره استفاده میکنه و تا حدی میخواد در برابر حالا تهدیدات تعرفه‌ای که ترامپ میخواد وضع کنه ایستادگی کنه. با توجه به اینکه حالا دلار آمریکا به یوان چین جزو حالا ارزهای کمتر مورد استفاده هست، ما نمیتونیم الان از روی این پیش بینی کنیم که برنده حالا نبردی که بین آمریکا و چین داره رخ میده کی هست. اما چیزی که وجود داره اینه که این ارز در سال آینده احتمالاً در همین کف و سقفی که میتونیم مشاهده کنیم رنج داشته باشه و در اون حالا لحظه ای که تو 1 سال آینده 2 سال آینده و حتی بیشتر مشخص بشه که آمریکا دست بالا رو داره نسبت به چین یا چین دست بالا رو داره نسبت به آمریکا، مشاهده این باشیم که از این رنجی که اینجا مشاهده میکنیم خارج بشیم. پیش بینی تکنیکال اینه که خب چون از کف وارد رنج شده احتمال اینکه از سقف خارج بشه بیشتره، اما خب تو دنیای فاندامنتال و خبرها شرایط خیلی پیچیده تره و باید منتظر بود. ممنون که حوصله کردین این ویدیو با توجه به اینکه تعداد ارزایی که توش بررسی شد حالا بیشتر بود، یک مقدار طولانی شد. میتونین اونجایی که حالا دوست داشتین و در مورد ارزی که بیشتر روش ترید میکنین رو گوش بدین و کانال رو هم کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید که به مرور وقتی تحلیل‌های ماهانه و هفتگی و روزانه رو میذاریم بتونید ازش استفاده کنید. خیلی ممنون که حوصله کردین. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید.